سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش که روز 16 ژانویه نشر شد، سرکوب دیگراندیشان، بازداشت خبرنگاران و شخصیت‌های شناخته، کوشش مقامات تاجیکستان برای استرداد نمایندگان مخالفان را از خارجه چون نمونه بدتر شدن وضع حقوق انسان در سال 2024 مثال آورده است. در یک مصاحبه ویدیویی از برلین، رهبر بخش اروپا و آسیای مرکزی دیدبان حقوق بشر هیو ویلیامسون نخست مهمترین نکات گزارش سالانه سازمان را خلاصه نمود. وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2024 بدتر شد. Human Rights Watch سالهای دراز وضعیت را در تاجیکستان مشاهده می کند. وضع حقوق انسان در این کشور واقعا هم سنگین است. تابستان سال 2024 سیاستمداران عمل کننده و پیشین با اتهام‌های تصدیق نشده بازداشت و حبس شدند. بنا به گزارش سالانه ما دست کم 8 ژورنالیست همانا در زندان هستند. سرکوب سازمان‌های اجتماعی هم دوام دارد. سال 2023 شمار خیلی زیادی سازمان‌های غیر دولتی بسته شدند و این روند در سال 2024 ادامه کرد. این وضعیت در پس منظر بدتر شدن وضع در دوام 10 سال گذشته مشاهده می شود. اگر حادثه های 10 سال پیش را به یاد آوریم می بینیم که بسیاری از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 10 سال است که در زندان می مانند. دیگر رهبران سازمان های سیاسی به مثل گروه 24 همانا در پشت پنجره هستند. اینها مهمترین نکات گزارش ما است. یک پدیده که سال 2024 مشاهده شد در میان بازداشت شده ها بر اساس پرونده های سیاسی شخصانی می باشند که در موقع مخالفت با حکومت نبودند و نیستند و برعکس طرفدار و عضو این حکومت شمرده می شوند. سبب این سرکوب ها را شما در چی می بینید؟ واقعا هم بعضی از آنهایی که سال 2024 حبس شدند طرفداران حکومت می باشند و اگر انتقاد می کردند آن بسیار نرم بود. معلوم نیست با چه سبب آنها حالا مورد هدف قرار گرفتند. دانستن این دشوار است. ظاهرا هر یک فکری مستقل از طرف حکومت با ناراحتی و همچون یک تهدید به استقلال قبول می شود. همه گونه شرح مستقل یا بیان مستقلانه همه گونه دورنما چون تهدید پذیرفته می شود. از این رو مقامات تلاش می کنند نفرانی را که موقع روشنی مستقل دارند، اکادمیکا، سیاستمداران، حقوق شناسان یا هر کسی دیگر را دستگیر کرده صدایشان را خاموش کنند. این چیز حکومت را در تاجیکستان بیشتر خودکامه می کند. چند روز بعد دونالد ترامپ در مقام پرزیدنت آمریکا سوگند یاد می کند و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم جنگ را در اوکراین ادامه می دهد. فکر نمی کنید که با چنین دورنما مسائل حقوق بشر در کشورهای مثل تاجیکستان را باز هم بیشتر دور می اندازد؟ برای طرفداران حقوق بشر و دموکراسی در تاجیکستان وضع ژئوپلیتیکی جهان چالش برانگیز می شود. سوگند یادکنی ترامپ در هفته آینده جنگ ادامه یابنده در اوکراین به آن معناست که توجه جامعه بین المللی در جای دیگر است. از طرف دیگر به خاطر نزدیکیش با اوکراین آسیای مرکزی یک نقش مهم می‌بازد و بسیاری از کشورهایی که اوکراین را پشتیبانی می‌کنند می‌خواهند در روند تقویت موقع اوکراین با کشورهای آسیای مرکزی شریک و همکار باشند. در این راستا مهم است که کشورهای خواهان همکاری با آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان مسائل حقوق بشر و حاکمیت قانون را مطرح کنند. این چیزی است که ما از آنها، از اتحاد اروپا، آمریکا، از آلمان طلب می‌کنیم که هنگام مطرح کردن مسائل امنیت و ژئوپلیتیک مشکلات حقوق بشر را در منطقه در محور قرار دهند. آنها باید این کار را در سال 2025 هم دوام دهند، حتی با نظر داشت وضع دشوار سیاسی که در پیش است، آمدن ترامپ و مسائل حقوق بشر و موقع همانا قوی پوتین در روسیه. مطرح کردن مسائل حقوق انسان در تاجیکستان یک مسئله چالش برانگیز است، ولی آن باید همانا در اولویت جامعه بین المللی قرار داشته باشد. تشکر. هیو ویلیامسون رهبر بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان دیدبان حقوق بشر بود که به سوالهای رادیو آزادی پاسخ داد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.